شاید برای شما سوال باشه چی شد صدقه، چطور شد که تو وارد از این موقعیت آنلاین شدی، این بیزنس آنلاین انتخاب کردی؟ واقعیتش خب من سالها یعنی بیرون کار میکردم، هم به طور پارت تایم زمانی که اولادایم خردترک بودن، خب اینا نیاز بیشتری داشتن و من همیشه در کنار از اینا بودم و خب کار پارت تایم از من برای از ما واقعا هیچ جایی را نمیگیره و از هیچی کده خوب بود ولی واقعا ناچیز بود. و خب من رفتم تصمیم گرفتم برم کار فول تایم شروع کنم که واقعا خیلی خوب بود، درآمدم زیاد شده بود، تقریبا چندین برابر شده بود، ولی و خب من هیچ وقت از درون حس خوشحالی نداشتم، رضایت نداشتم، چون واقعا انرژی از من میگرفت. آدم به عنوان یک مادر خانم خانه واقعا برای از من سخت بود که روز 8 ساعت 9 ساعت آدم بیرون از خانه باشه، با مردم سرکله بزنی، با مردم های مهاجری که هستن، از هر کالچر ملیتی که هستن، یک آن تایم بری بیای و همینطوری فقط صبر کنی که زودتر کاش که آخر هفته شود که مثلا آدم همین چک خوره بگیره بزنه در یک زخمی، در یک دردی از زندگی خود. خب اینا همه از اینا باعث بود که خب آدم مثلا فکر کنم که چه کاری رو میتونم انجام بدم که وقت آزاد داشته باشم برای خود، خب برای خانواده خب. و خب خدا شکر با این موقعیت آنلاین آشنا شدم، رفتم بررسی ها رو کردم و فهمیدم که همین چیز واقعا به درد از من میخوره. همین موقعیت چیزی هست که من میخوایم که یک تغییری در زندگی ایجاد کنید. از کار بیرون خسته شدین، برای مردم کار کردن خسته شدین، در محل کار خوشحال نیستین، با دیگران مادر هستین، نمیتونین که بیرون از خانه کار کنین، حتما شاید به موقعیت به درد شما بخوره. کافیه که فقط بیاین وارد وبسایت از من بشین، خود را رجیستر کنین یا خود در من پیام بدین، اطلاعات برای از شما میفرستم و قدم به قدم به عنوان منتور در کنار شما عزیزان خواهم بود. خیلی خوشحال هستم که میتونم شما عزیزان رو کمک کنم، در شما عزیزان راهنمایی کنم. در هر کجا که هستین شما در خداوند بزرگ میسپارم. دیگه من برم سراغ بقیه سبزنی پست کردن خود. شما در